سال 138 به تخت پارت فرهاد دو نشست. خود فرهاد هنوز خرد بود و دولت را مادرش اداره میکرد. امنیتی مملکت طلب میکرد که پادشاه در شرق باشد، ولی کار یک باره رنگ دیگر گرفت و به پارت ها سلفکیان باز هجوم کردند. کاری لشکری سلفکیان آمد کرد و قسمت های اساسی ناحیه های غربی پارت را از جمله بابلستان را تسخیر نمودند، ولی تنتنه سلفکیان طول نکشید. احوال شهرها از غارت و استثمار بیرحمانه دشمن به داد آمده شورش برداشتند و به گرنیزان‌های سلفکیان در افتادند. فرهاد دشمن را تارومار کرد، پادشاه سلفکیان را هلاک کرد. این آخرین کوشش سلفکیان بود برای برگردانیدن ناحیه‌های شرقی یک زمان به آنها تعلق داشته. لشکری پارت ها باز به بابلستان داخل شد. برای یورش به سوریه تیاری را سر کرد. از پس این همه کامیابی های گوارا به سر پادشاهان پارت روزهای سخت آمدند. در این باره یوستین به تفصیل روایت میکند. در همین وقت اسیان سکیف ها، قبیله های تاجیک کوچمنچی آسیای میانه، سکاها را یوستین چنین مینامید: فرهاد دو را مجبور کرد که برای حمایه دولت خود از راهش برگردد. گپ در این که سکایی ها در عوض مزد معین باید به پارت ها یاری رسانیده ضد پادشاه سوریه انتیاخ می جنگیدند، ولی فقط بعد تمام شدن جنگ رسیده آمدند. آنها را سخت طعنه زدند که وقتی در کاری یاری نرسانیدند و مزد را که باید میدادند ندادند. سکایی ها نهایت در غضب شدند که اینقدر راه را بهوده طی نمودند و طلب کردند که یا مزد آنها را دهد یا بر ضد یگان دشمن دیگر فرستاند، ولی فرهاد دو طلب آنها را هوابلندانه رد کرد و سکایی ها جواب رد را برای خود تحقیر دانسته به غارت کردن ملک پارت سر کردند. بنابراین فرهاد به جنگ ضد آنها برآمد. عملیات جنگی در سال 130 پیش از میلاد صورت گرفت. فرهاد به جنگ همان لشکر یونانی را برد که در محاربه ضد انتیاخ اسیر گرفته بود و تا به حال نسبت به آنها بیرحمانه معامله میکرد. بنابراین وقت یونانیان دیدند که صف پارت ها اندک سست شد، زود به طرف سکایی ها گذاشتند و در نتیجه لشکر پارت و هم خود فرهاد به هلاکت رسیدند. به تخت امکی پادشاهی پیشتره اردوان دو نشست. سکایی ها باشد پارت را تماما غارت کرده به دشت های خود برگشتند. پارتی زمان غیور و سربلند مجبور شد که به همقومان کوچمنچی خود باج دهد، ولی اردوان یک بار کوشید که از این تابعیت رها یابد. وی ضد یکی از قبیله هایی که یوستین آنها را تخاری مینامد به جنگ برآمد، ولی از دستش تیر خورده دیر نگذشته مرد. این واقعیت تقریبا سال 123 پیش از میلاد به عمل آمد. به تخت پارت پسر اردوان مهرداد دو نشست. عنوان کبیر را گرفت. تنها در عهد او به تاجیکان میسر شد که پیش راه قبیله های کوچمنچی را گیرد و حتی قسم از ناحیه هایی که سکایی ها آنها را اشغال کرده بودند برگرداند. در عهد مهرداد دو پارت چنان توانا شد که پیش از این هیچ وقت به چنین درجه اقتدار نرسیده بود.